زراد زیاده دزمرو وطن روح دا غزاده دا غزنگو وطن ور پا دنیا ده دا میڑنو وطن زراد زیاده دزمرو وطن روح دا غزاده دا غزنگو وطن ور پا دنیا ده که عدل و انصاف در سر مسئولین از الف تا یا پیاده و تطبیق باشه، سر ملت اثر خواهد کرد. انسانا را بانین و سر حیوانات و چارپایان اثر میکنه. اکنون کدام امنیت که آمده، کدام خوشحالی را که ما شما محسوس میکنیم، این برکت بزرگان امارت اسلامی است. خداوند کریم همین امنیت را تا روز قیامت قائم و دائم بسازد. امر بالمعروف نهی عن المنکر سر شما همین واجب است، خصوصا سر علماء کرام و همه ملت که همکاری کنید. علما و شیوخ ولایت پنشیر تشریف فرما هستند. امر بالمعروف نهی از منکر سر همه علما فرض عین است. همو وقتا تیر شدن که سر منبر یک عالم ششته بود و یک حقگوی عالم بود، او صدای حق را بلند میکرد. از طریق یک نظام فاسد او تعقیب میشد و تعذیب میشد. فعلا لله الحمد کسای شیوخ و علما و مفتی حفاظ سر منبر صدای حق را بلند میکنند. از طریق امارت اسلامی و نظام اسلامی همی عالم و شیخ تقدیر میشه.